امروز اومدم با یک کلوچه فومن که از خوردنش سیر نمیشید. اول تمام مواد رو با هم ترکیب میکنیم. الان میخوایم خمیر داخلی کلوچمون رو درست بکنیم. همینجور که داخل تصویر میبینید خوب هم میزنیم تا موادمون ترکیب و یک دست بشه و میبینید که اصلا به دست نمیچسبه. ازش گلوله های 20 گرمی درست میکنیم و داخل سینی میچینیم. بعد هم میذاریمشون کنار. حالا دیگه نوبت آماده کردن خمیر کلوچمون رسیده. روغن جامد و روغن مایع و کره ذوب شده رو به همراه تمام اون مواد اضافه میکنیم به جز آب. آب رو باید آروم آروم و کم کم به مواد اضافه بکنیم تا اونجایی که یه خمیر خوشبافتی به همون بده. الان من اینجا گلاب و زعفرونم اضافه کردم و شروع میکنیم به مخلوط کردن تا یه دست بشه. اینجا الان مثل بیسکویت خورده شده. الان وقت اضافه کردن آبه. آب رو کم کم اضافه میکنیم تا جایی که خمیرمون به دست نچسبه و یه خمیر نرمی به همون بده. همین جوری که داخل تصویر میبینید من کم کم آب رو اضافه کردم. اینجا دوباره دیدم آب لازم داشت تا خمیرم نرم‌تر بشه. میبینین اصلا خمیر به دست نمیچسبه. من اینجا خمیرم رو به 11 قسمت تقسیم کردم. هر دونه از کلوچه من حدود 40 گرمه. به گلوله های 40 گرمی تقسیمش کردم و همه رو چونه گرفتم و به مدت 20 دقیقه گذاشتم تا استراحت بکنه. همینجور که داخل تصویر میبینید این خمیر زیاد احتیاج به ورز دادن نداره. حدود 5 دقیقه ورز بدید کافیه. این خمیر زیاد احتیاج به ورز دادن نداره. حدود 5 دقیقه ورز بدید کافیه. بعد هم چونه گرفتم و میذارمشون که 20 دقیقه استراحت بکنم. 20 دقیقه استراحت تموم شده. خمیرمون رو با نوک انگشتامون باز میکنیم. اون گلوله هایی رو که برای مواد میانیش درست کردیم و داخلش میذاریم و خمیرمون رو اینجوری که داخل تصویر میبینید دوخت میزنیم تا مایع داخلش بیرون نیاد. بعد هم با دست صاف میکنیم و با این مهرای کلوچه اول تو آرد میزنیم و بعد روی کلوچمون رو طرح میندازیم و خوب فشار میدیم. بعد هم داخل سینی که کاغذ روغنی انداختیم میچینیم. با فاصله بچینید چون بعد از پخت یه مقدار پف میکنه. همینجوری که داخل تصویر میبینید همه رو اینجوری دوخت میزنیم و میچینیم داخل سینی فرمون. فر از قبل گرم شده. فرمون رو از قبل گرم میکنیم و حدود 15 دقیقه میذاریم داخل فر با دمای 180 درجه. بعد هم 5 دقیقه آخر رو گریل رو روشن میکنیم تا کلوچه هامون خوب طلایی بشن. برای رومال هم من از تخم مرغ، زعفران و وانیل استفاده کردم. همه رو با هم مخلوط کردم و رومال کردم. بعدم کنجد پاشی کردم. بعد هم اینجوری که داخل تصویر می‌بینید دوباره طرح‌ها رو یک مقدار دوباره انداختم طرح روشون که جلوی پف زیاد اون کوکی رو کلوچه رو بگیره. بعدم میذاریم داخل فر. اینم نتیجه جذاب این کلوچه های خوشمزمون که با خوردن شما رو به جنگل‌های سرسبز شمال میبره. انشاءالله درست کنید در کنار عزیزانتون لذت ببرید. نوش جون همه اهل کیکیا باشه.